حضرت مجتبی صلوات الله علیه چهره مبارک شبیه پیغمبر و حضرت زهرا بود، زیبارو بود. کسی هم امام حسن سلام الله علیه کار نداشت که آقا دین سوال کنه ها، اینا از مظلومیت هاست. کسی سراغ دین نمیگرفت از حضرت، ولی میکندن ازش. کلا میدونید کریم بناش بر گول خوردنه. آقا کلا این شکلیه، آقایی. شما بچه‌تون به معما برات تعریف کنه نمیگی بابا جان 500 بار اینو شنیدم اصلش هم اینه ها، نشنیده میگیری، خودتو به تجاهل میزنی. بزرگتر باید کرامت داشته باشه. او آقای همه عالم وجوده، لذا فکر میکردن گولش میزنن. او هم بنا بر اکرام داشت. می اومدن پول میگرفتن، حضرت هم میداد. میگه اومدم تو مدینه دیدم یه جای شلوغ پلوغ، گفتم اون کیه همه دورشو گرفتن؟ دورشو گرفتن برای دینش، برای ایمانش، برای علمش، نمودن بکنن ازش. گفتن حسن ابن علیه. گفتم بای بابا من از شام اومدم، رفتم جلو گفتم انت ابن ابی طالب، پسر ابو طالب تویی؟ فرمود ابی ابنه، بابام پسر ابو طالب. میگه یه فحش به امیرالمومنین دادم، یه فحش به خودش. اصلا انگار که نشنید، انگار من این جمله رو نگفتم. فرمود که اهل این شهر نیستی، مهمون خودمی تا تو این شهری. میگه انگار نشنید اصلا. دست منو گرفت، فرمود مهمان خودمی. میگه هنوز به خونه نرسیده بودم، به خودم نگاه کردم، دیدم محبوب تر از او کسی رو نمیشناسم.